مکتوب‌های استاد عینی جزئی از تاریخ پرحادثه ملت ماست. مکتوب‌های عینی افشاگری راه پرشیب و فراز و ناهموار مردم تاجیک در جاده تاریخ سازی است. مکتوب‌های استاد عینی بیانگر تلاش‌های بی‌دریغ او در جاده دولت سازی نوین تاجیکان است. سامیان عزتمند، حالا شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با نویسندگان و اندیشمندان همزمانش با چهره‌های علم و ادب تاجیک که در تهیه، تحریر، برگردانی و نشر آن کارمندان انستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، ادبیات شناس انزورت ملکزاد و گلبهار عثمانова سهم گذارند. در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف شنوید. از سهیلی سلامی صمیمی. زیهی استاد معانی شکار، کزو گشت قانونی نثر استوار. ادیبی که خامه در انگشت او، ببالید و گل کرد صنعت از او. نویسنده ماهر شوروی، نگارنده شعرهای نوی. بود عینی عین علم و کمال، سخنور نکوکار و نیکو خصال. دررهای نثرش بود بی‌نظیر، گوهرهای نظمش بود دلپذیر. فصاحت ز هر نکته‌اش در نموست، نزاکت دلیل آور از گفت اوست. ادا فهم و دانا و پرفن بود، به بزم سخن شمع روشن بود. شده قلقل فضل او تا سپهر، کلامش به گرمی چو روشنده مهر. اثرهای او رشک آب زلال، ز خواندن کسی را نگیرد ملال. به ضد امیر و شه و تاج و تخت، قلم را علم کرد و جنگید سخت. به عصر گروهی ستم پیشگان، جفاها کشید این ادیبی زمان. بسی کلتک ظلم بر پشت خورد، برادرش در زیر اسکنجه مرد. ولیکن از اینها نترسید او، و از این جنگ خود پس نگردید او. کنون اندرین دور شورا ببین، ز دل رفت اندوه و کین از جبین. خوشا عینی ما چو ما شاد شد، ز قید غم و غصه آزاد شد. ایا نامور شهره روزگار، براه کامون صدق تو آشکار. چراغ سخن را برافروختی، و ما نورسان دانش آموختی. اثرهات ورد زبان شد مدام، بخواندیم و خوانیم هر صبح و شام. چو گل خرمیم اندرین توی تو، سلامی صمیمی ز ما سوی تو. 25 نوامبر سال 1935 استالین آباد. خبرهای ناز، همین گونه مژده‌های فرهنگی در نامه‌های استاد عینی سرشار است و استاد عینی در نامه هم درباره وضع معیشی و حالت عیش و عشرت خانوادگی صحبت نمی‌کنند. هر یک نامه استاد صدرالدین عینی یک کشفیات تازه علمی است. درباره اهل علم، درباره استعدادها صحبت میکنند، درباره کشفیات‌ها صحبت، درباره تاریخ خلق تاجیک صحبت میکنند. صدها بار ما باید این نامه‌ها را خوانده به بزرگی استاد صدرالدین عینی ایمان بیاوریم، باور حاصل کنیم و خودمان تحقیقات‌های درباره عینی نویسیم. هر یک نامه‌ای که استاد صدرالدین عینی نوشتند، هر یک بیان کننده یگان پهلوی مهمی حیات استاد عینی بوده است. نامه‌های سرنوشت ساز و تاریخ ساز ملت. نامه‌های اصالت آفر و آرمانگرای ملی. نامه‌های خودشناسی و خودآگاهی ملی. نامه‌های افتخار برانگیز و هویت ساز استاد بزرگ صدرالدین عینی. رفیقان قدردان در دنیا
هیچ دولت و خلق نیست که مانند دولت و خلق تاجیک اهل علم و ادبیات را به این درجه حرمت، غمخواری و قدرشناسی کند. از میرزا ترسونزاده ای طبع آتشبار، خامت و فرمان برد ای طبع آتشبار شد، رو بزیدی بارگاه و دهشت و دربار شد. او به دنیای کهن مانند شیر اسیان نمود، دست مظلومی ستمکش را گرفت و یار شد. دختری تاجیک تا بشنید عرض خامش، چهره اش خندان و رخشان چون رخ گلنار شد. گشت درمان و دوای درد هر بیچاره، لیک تیغ بر گلوی دشمنی مکار شد. هر ندای او چونین پرواز دارد سوی شرق، حال صیادان هند و چین از آن دشوار شد. بین چیسان در روزهای جشن استاد بزرگ، رنجبر با او قرین صحبت و دیدار شد. سامعان عزتمند، یادرس می‌شویم که شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با شخصیت‌های بزرگ زمانش که دارای اهمیت مخصوص علمی و ادبی‌اند در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه و پیشنهاد گفتار سهم گذاشتند صلاح‌الدین نورزاد و لطفیه قربانова. انجام خوانش ادبی شاد و مسرور باشد. عمری عینی از برای خلق صرفی خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت نامشو. عمری عینی از برای خلق صرفی خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت